کی خوش شانس داره؟ من. بریم ببینیم. بریم. 2 تا کارتون داریم اینجا. تو یکیش نوشیدنی خوب می‌ریزیم، تو یکیش نوشیدنی حال به هم زن. یعنی تو این خوبه. شانس ده. باید انتخاب کنی. من میریزم، تو باید انتخاب کنی. چی می‌خوای بریزی؟ دیگه می‌ریم ببینیم. خب بیا سعید، بیا بشین ریختم. پشتش به ماست. ریختی؟ بله. بریم. الان تو این ریختی؟ تو این دوتا؟ تو یکیش نوشابه، خب تو یکیش شیشه پاک کن. شیشه پاک کن ریختی تو اینجا بخوریم؟ بله. کدوم ریختی شیشه پاک کن؟ شانس داره دیگه، انتخاب کنی. من شانس ندارم. ایشالله که شانست خوبه. ببین میخوام از تکنیکای روانشناسی چیز مثل تکنیکی؟ خب تو احتمالاً نوشابه ریختی تو این، خب که بعد من بگم نوشابه ریخته تو این، خب که بعد من جا به جاشون کنم. باشم باهوشی. ولی بذار رفاقتی بهت بگم. رفاقتی بهت میگم این انتخاب کن. نه تو میخوای منو این نوشابه است. من رفاقتی بهت میگم این انتخاب کن. تو میخوای منو فریب بدی. منو قبول نداری؟ رفاقتمون قبول نداری؟ استفاده کردم. خب تو نوشابه ریختی اینجا که من جا به جا کنم. این نوشابه اینجا ریختم. دارم کمکت میکنم. داری گول میزنی. دارم کمکت میکنم. من اینو میخوام. باشه. من همینو میخوام. باشه. اوکیه؟ بذار بریم تستش کنیم. نایس. من استرس دارم. طوری نی بیا. تو خیلی برا خوردنش عجله داری نکنه اون نوشابه. من گفتم بهت. من اونو میخوام. دیگه دیره. دیگه انتخاب کردی. بسم الله. دروغ نگو. شروع کن. شانس دیگه. شانس چیه تو؟ بودو شانست خوبه. شانست خوبه. چقدر بهت گفتم رفاقت بهت میگم اینو انتخاب کن. قبلی خوشمزه بود؟ سپاسگزارم، بسیار خوشمزه بود. حال کردی باشه، تا رو نخورده بودی یا؟ من گفته بودم دیگه تو ویدیو تو نمیام چرت و پرت به خوردمون میدی نابودمون میکنی. اشتباه کردم دوباره دومدم. مگه دست خودت نیای؟ باید بیای. به زور میبرمه. حالا خوردی قشنگ دهنت جلو تمیز میشه. تمیز برق شفاف شده. ولی به ایش وجه حرکت ببینم نه برق میزنه. زبونت برق میزنه. نه جدی ما این کارو میکنیم که شما انجام ندید. ما این حرکت بلا رو سر خودمون میاریم که شما نرید برید به درستون برسید، به کارتون، به زندگیتون. شما هیچ وقت شیشه بکنه امتحان نکنید. چیزی مزخرفی است. بریم برای بعدی. تو یکیش میخوام تخم مرغ بذارم، تو یکی شیرموز. یعنی کدوم انتخاب میکنی؟ با شانسی من باشه تخم مرغ من انتخاب میکنم. خوشمزه میرسه به نظر. ولی من میخوام از ذریب هوشیم استفاده کنم این بار. دفعه قبل که استفاده کردی. نه دفعه بعد من ضد تکنیک خوردم. خب پاشو برگرد اون وقت من اینا رو بذارم. پاشو. نه من نگاه نکن یا این ستاره اینجا دارم بردیم. پشتش به ماست. خب بیا بشی. اوکیه گذاشتم. برو. خب انتخاب کن. ببین سری قبلی من این طرفی انتخاب کردم. خب تو این سری گفتی اون طرفی انتخاب میکنه، برای همین خب برای گذاشتی اینجا. یعنی شیر موزل اینجاست. شاید هم برعکس. ببین تو داری سعی میکنی منو گول بمالی. شاید هم عمدن گذاشتم اون ور. شیر موز کدومه؟ زود اون سری جواب بده. فکر نکن. چرا باید بگم؟ ببین بعد من درست انتخاب کردم. اگه درست انتخاب نکرده بودم تو میگفتی اونه. ولی اون سری رفاقتی گفتم اینو انتخاب کن. گوش ندادی. الان اگه به حرفم گوش بدی بازم برنده میشی. آقا برو بریم. 10 20 30 40 50 60 70. من اینا میخوام. چرا تا 70؟ سورپرایز 70. شیرموزینه ها. میخوام به 100 نرسه. چی؟ شیرموزینه ها. دروغ داری میگی؟ شیرموزینه. داری دروغ میگی. شیرموزینه حالا دروغه. من اینا میخوام. من اینا دوست دارم. باش. برو بریم. بریم
از تخم مرغ لذت ببر. حالش بد شد. چی میگی؟ چه سمایی این دفعه آوردی؟ تا حالا ریکا خوردی؟ ریکا؟ بله ریکا. الان تو اینا تو یه دونش ریکاه، تو یه دونش آب آلبالو. البته ریکا را با آب یکم آب قاطیش کردم که رقیق بشه، راحت بتونی بخوری. چرا زمانی که داشتی میگفتی ریکا به این یکی اشاره کردی؟ من احساس میکنم این حرکت فریبانه بود. من همینجوری اشاره کردم. ندیه تو گفتی ریکا را با آب قاطی کردم. من گفتم که این ریکاست. تو به این اشاره کردی که من گول به مالی که من فکر کنم چیزی اون یکی. بازم داری اشتباه میکنی. گول میمالی؟ چرا من قبول نداری؟ من قبولت ندارم به خاطر اینکه تو ویدیو قبلی تخم مرغ تو سرمون زدی، اونجا میدونم خامه تو صورتم زدی، تو منو نابود کردی تو این ویدیو. من تو رو به هیچ وجه قبول ندارم. همه این کارا به خاطر بیننده است. آره همه این کارا به خاطر بیننده است. ولی من تو رو قبول ندارم. تو منو نابود کردی تو ویدیو. دیدی چالش اول گفتم اینه، گوش ندادی، همون بود. الان میگم آب آلبالو اینه. آب آلبالو اینه. این آب آلبالوه. اون ریکاست. این ریکاست. من اونو میخوام. این ریکاستا. من اونو میخوام. شما ببینید دارم راستشو بهش میگم، حرفمو قبول نداره. داره گول میزنه نه؟ بریم شما بگی. برو بریم. من گول میزنم. عوض کن. اینو میخوای؟ آره اون. باشه. من اونو میخوام. باشه خودت خواستی ها؟ من خودم خواستی ها. بفرما سعید پای انتخابه. بفرما. چطوری میخوری؟ با هم بریم. بریم. های چه خوشمزه. خره قورت دادم. کف کردی. خیلی بیشوری. چقدر گفتم این انتخاب کن. آخه کدوم ابله ریکا میریزه تو لیوان میده به یکی دیگه بخوره. جذابیت چالش همینه. باشه برو آب بخور. باشه یعنیو این جاش سانسور شد. آی من برم بشونم. نایس. آدم بده. خوشمزه بود. تو ریکا بخوردی من دادی، شیشه پاک کن بخوردی من دادی، تو منو نابود کردی تو این ویدیو. الان چی حالت خوب میکنه؟ یه لیوان سرکه ریختی تو اینا؟ بله. اون یکیش چیه؟ یه لیوان سرکه، اون یکی هم اسپرایت. سرکه اسپرایت. خب ببین با منطق میخوام جلو برم. با منطق بری جلو، با انتگرال بری جلو، با فلسفه بری جلو، با کوسینوس سینوس، با هر چی بری جلو، بازم اشتباه انتخاب میکنی. الان میگم این سرکس. ببین از اون جایی که تو راست گویی و تو الان راست گفتی. بله خودت گوش ندادی. الان میگم این سرکس. الانم داری راست میگی. الان میگم این سرکس. من اینو میخوام. من این یکیم. مطمئنی اینو میخوای؟ ببین سرکه تو یکیش است دیگه. صبر کن میخوام این بو سرکه میده. اینا هم بو سرکه میده. زرنگی فکر کرده. زرنگی فکر اینجاشم کردم. هر دو تا جعبه سرکه مالی کردم که هر دو بو بده. ای آدم زرنگ. فکر کردی فکر نکرده بودم اینجاش. میدونستم تو بو میکنی. سرکه خب بو میده دیگه. خیلی کارت زشت. بله خیلی کارت زشت. کارم حرفه‌ای بود. آقا با منطق پیش میریم. حالا که نمیشه با بو و این چیزا پیش میریم. سری قبلی ریکا تو این بود. بله. اون یکی که آب آلبالو بود تو خوردی. آره خیلی هم خوشمزه بود. آب آلبالو این ور بود. خب احساس میکنم این سری خوبه تو این باشه. اینجا سرکس. من به تو اعتماد ندارم به هیچ وجه ممکن. من اینو میخوام. این مال من. این بهتره. این مال من. اینو انتخاب کن. من اونو میخوام. میخوای یکم دیگه فکر کن.
فکر کردم من اینو میخوام. یکم دیگه فکر کن. بازم فکر کردم من اینو سرکه. میخوام. من سرکه دوست دارم. خره این سرکسا. من اونو میخوام. این سرکس. تو داری مقاومت بکنی که من اینو این سرکس. من اینو میخوام. ها ببین خوشحال شدی دو گفتم من اونو میخوام. اونو بده من. اونو من میخوام. جا به جا کن. باشه جا به جا. اون من همیشه درست میگم. شما شاهدید. بازم کمکش کردم. بازم اشتباه انتخاب کرد. بفرمایید نوش جان کنید. من بدون ترس میخورم. بخور. چه مزه‌ای داره. دلت نخواد. چه شانسی خوبی داری. چقدر شانست خوبه. ولی سرکه خوشمزه. بخور نوش جون بخور. نه بیشتر از این دیگه کارش رفت. آی خوشمزه سا ولی چیز میکنه. چی میکنه؟ ایجاره هم میزنم. احساس میکنم 1 کیلو ترشی همزمان خوردم. دیدی من راست میگم؟ دیدی؟ راست میگفت. تمامش رو راست گفتم. دیدی؟ مشکل اینجاست که من به تو اعتماد ندارم. مشکل از خودته. مشکل از بی‌اعتمادی میاد. مشکل از خودت. بی‌اعتمادی تو جامعه دوستان خیلی زیاد شده متاسفانه. شرایط الان به گونه‌ایه که ما به هر کسی نمیشه گفت رفیق. چرا به من اشاره کردی و گفتی؟ کلا گفتم همینجوری گفت. تو تخم مرغ تو ویدیو تو سر ما میشکنی. با میدونم تبر میای. با قیچی میای. سرکت بعد ریکا دادی من خوردم. خواستم تمیز شه گلو بارت. بلش کن بریم برای تموم کردن ویدیو. خیلی خوشحالم که در خدمتتون بودیم. امیدوارم لذت برده باشید. امیدوارم از نابود شدن من اینجا چیزی نخورد. هرچی ریکا با نمیدونم سرکه بود کوفت و زهر مار بود من خوردم. همش تقصیر خودت بود دیگه. من چقدر راهنمایی کردم چقدر. خداییش آره. نه خداییش. الان دیگه یاد میگیری و اعتماد کنی. تو این کارو میکنی که تو ویدیو بعدی پاره میکنی ها؟ نه زرنجی. بریم برای پایان ویدیو. بریم برای چالش جدیدتر و بهتر. ساب یادتون نره. میبینیمتون. خدافظ.